من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و تماشاکنان عزیز، خداوند تبارک و تعالی اوقات و وقتهای بسیار گرانبهای شما را پر از خیر و برکت آسایش کند و دلهایتان را با نور ایمان معرفت روشن سازد. امروز انشاءالله میخوام درباره جایگاه انسان نزد الله سبحانه و تعالی صحبت بکنیم. در واقع انسان نیاز شدید دارد تا جایگاهش را بداند، یعنی انسان کیست در این دنیای گشاد و کلان. انسان مخلوق است که الله سبحانه و تعالی از نیستی به هستی خلقش کرد. سبحان الله. نعمت، عزت، آبرو و هر چی که ما و شما داریم در اختیار همه از جانب الله سبحانه و تعالی است. از جمله خداوند مهربان انسانها را، ما و شما را عقل خلق کرد، عقل عطا کرد، دل، روح، جان، یعنی اندام و عضوهای بیشماره الله سبحانه و تعالی برای ما و شما عطا کرد که در واقع فقط یک اگر نعمت عقل ما اندیشه بکنیم، سبحان الله، تمام حرکاتمان، تمام عبادتمان نمیتونه که با شکرانه فقط یک نعمت الله را عقل به جا بیاریم، حالی که چی برسه به اندام ها و اعضاهایی که باقی مانده که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما داده است. الله خالق است، الله پروردگار ما و شما است، خداوند مهربان است، صاحب ما و شما و ما مول الله سبحانه و تعالی هستیم. خداوند دوست است و یگانه ولی و ناصر، کمک کننده و یاردم کننده و کارساز ما و شما انسان الله است، خداوند است. سبحان الله. پس انسان باید ارتباطش با الله بسیار سخت مستحکم به قفا بگیره، نباید ارتباطش با الله خراب کنه، نعوذ بالله. و ما بكم من نعمت فمن الله، هیچ نعمت در نزد شما نیست مگر همون نعمت، همون چیز از جانب الله است. کدومیه که از خوبیای الله هم صحبت میکنیم. پس از انصاف، آیا از انصاف هست که پس از این نعمتهای خداوند، خوبیای خداوند، انسان بنده الله امید به دیگر کس بکند یا نعوذ بالله از دنبال وسوسه‌های شیطان رود، نعوذ بالله. پس از این که این قدر خوبی الله سبحانه و تعالی نسبت این بندهش انسان کرد، الله سبحانه و تعالی برای انسانها میلیاردها بار زیاد عطا کرده است از اندازه نیازش. بغیر الله از میلیانا میلیاردا 0.1% نمیتوند برای ما و شما عطا بکنه. پس الله سبحانه و تعالی انسان را زیباترین مخلوق خلق کرد، اندام و صورت زیباترین، خوشگلترین عطا کرد، قد قامت راست بلند، دست پای برابر. سبحان الله. و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فی احسن تقویم. از همه مخلوقات دیده الله سبحانه و تعالی ما و شما را در بهترین صورت خلق کرد، زیباترین خلق کرد.
سبحان الله. پس نباید ما و شما بندگان شکرگزار الله باشیم. شب و روز در دنبال رضایت الله سبحانه و تعالی باشیم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين والعياذ بالله. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا ايها الانسان، ای انسان، ما غرك بربك الكريم، چه چیز سر از پروردگارت فریبت کرد، دورت کرد. الذي خلقك فسواك، الذي خلق فسواك فعدلك. اون الله که بنده نواز است، سبحان الله، تمام هستی تا خلق کرد، دست پای برابرت عطا کرد. فی ای صورت ما شاء رکبک، همون بهترین شکل و بهترین زینتی که خواست الله ما را خلق کرد. پس ما در کجا هستیم ای بندگان الله؟ کو عقل هایی که الله سبحانه و تعالی بر ما و شما داده است استفادهش بریم. جای تأسف است که بسیاری از ما بندگان الله عقل های ما مثل اینکه قلب شو کاگیان در طرف دنیا یا که سحر و جادو کاگیان. و الله سبحانه و تعالی همه انسان را عزت و آبرو داد، شرف داد، کرامت داد، که در سوره مبارکه اسراء میفرماید آیت 70: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزند آدم را کرامت دادیم، عزت دادیم، آبرو دادیم، شرافت دادیم، بلند کرد درجه ما را در مابین میلیاردها مخلوق ها، دستگیری کرد، دوستی کرد. سبحان الله. و حملناهم فی البر والبحر، و این فرزند آدم را در خشکی ها و در تری ها حمل کردیم، وسیله و اسباب نقلیات داد تا ما را بکشن اون طرف بارها، تا ما و شما عذاب نکشیم. کیست بغیر الله از میلیاردها 0.1 از 10% بتیه این خیلی خوبی کنه؟ آیا کسی هست بجز الله که مردم بندگان الله دل بغیر الله دادن؟ یا فکر میکنن بندگان الله که همین خیلی شانس همیشه هم نمیباشد، همیشه ما و شما زنده میمونیم، همیشه ما و شما سلامت میمونیم، همیشه ما و شما در این بروکن قدم میزنیم یا که در دیگر جا؟ نه. این وقت غنیمت فرصت است. آدم بدن چیزی آسان و ساده نیست. بغیر الله کی است که یک ناخونی ما و شما را خلق نداد و نگفتد چشم و گوش و دل ما و شما را. ورزقناهم من الطیبات. الله سبحانه و تعالی در ادامه آیات میگه ورزقناهم من الطیبات، این انسان ما پاکیزه، طعام پاکیزه دادیم. یعنی افلاس نداد که افلاس بخوریم، نعوذ بالله. مثل دیگر حیوان‌های هست که ما و شما با چشم سر می‌بینیم، طعامش افلاس است، نجس است. این آیا نعمت نیست؟ این پس اگر نعمت نباشد چی هستیم؟ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. خداوند می‌فرماید در ادامه ما انسان را فضل بخشیدیم، قدرش بسیار بلند کردیم، از بسیاری مخلوق ها برتری بخشیدیم انسان را. این هم از دیگری ها از طرف خداوند است، از شات خداوند است. فراموش نکنیم ما و شما. کیست بغیر الله این خیلی نعمت، این خیلی حرمت، این خیلی دستگیری کنه؟ باز تک از میلیاردها 0.1% کی هست بکنه؟ فقط الله هست. بغیر الله همه چیز فانتاستیکه، میف است، افسانه است، خیالات است، ریال الله هست. اگر ما و شما شکرانه خدا کنیم به فایده خود ما بکنیم.
با کیسه خدمت با آخرت خدمت نکردی چی؟ زلال خدمت میبینی، زیان خدمت میبینی. الله ان الله علی کل شیء قدیر. الله الصمد، الله نیازمند هیچ یک ما و شما نیست، هیچ یک عبادت بندگی ما و شما نیست. کردیم اگر شکرانه خدا را کنده، قدردانی نعمت الله کردیم، یعنی برای خدمت کردیم، با فایده خدمت کردیم، خدمت میگیریم فایده‌اش. نکردیم برای زیان زلال خدمت. هشیار باشین. فکر میکنی الله سبحانه الکی در قرآن صحبت داره میکنن؟ این لطف الله بود که ما را خلق کردن، نشستیم در خانه از خانه خودش جمع شدگیم. پس قدرین الله سبحانه بکنیم. پس انسان، یعنی الله سبحانه و تعالی انسان را نه فقط جسم، پس عقل، دل، روح داده انسان را خلق کرده است که تمام انسان، حرکت های انسان، کارهای انسان با هماهنگی عقل احساسات انسان است، با درک هوش انسان است. و انسان مرتبهش نزد الله سبحانه و تعالی، یعنی رتبه اول، رقم اول میگیرد. چون که اون مسئولیت عظیم پذیری قبول کرد. در سوره مبارکه احزاب آیه 72 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملن واشفقن منه وحملها الانسان ان عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين. الله سبحانه و تعالی در این مبارکه سوره احزاب آیه 72 میفرماید که ما امانت پیشنهاد کردیم. امانت چی؟ دین اسلام. بر کی؟ علی السماوات والارض والجبال، با آسمان ها و زمین، با کوه‌هایی که 10,000 12,000 کیلومتر بلند است، هر از سنگ سکله است. ترسیدن فابین یحملن، ترسیدن این امانت اسلام قبول بکنن. یعنی اسلامی که ما و شما با لطف کردن الله با این اسلام چند زدگی هستیم. این از زمان پیغمبر ما محمد علیه السلام شروع نشده است. پس از اول بنیاد خلقت دنیا اسلام بود. اول پیش از اینکه آدم پدر ما و شما قبول کنند اسلام، الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه میفرماید که من پیشنهاد آسمان ها کردم. یک لحظه نگاه کنه به سوی آسمان ها، چقدر حجم کلان بزرگ است. با همون عظمتش ترسید. از چی ترسید؟ مبادا گناه کند، مبادا ظلم کند، مبادا سستی کند، مبادا کمبودی کند. ترسید. اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی الله سبحانه و تعالی عبادت کردن با اختیار خودت، نه فقط با اختیار، با اخلاص، محبت، با یقین. مجبوری نه. اما آسمان و زمین و کوه با اون عظمتش ترسیدن. فابین ان یحملنها واشفقن منها. ترسیدن. کاری ترسیدن است. این کار شوخی بازی نیست. بعد از دور بعد همه ما میفهمیم چی بود. بعد میفهمیم که دنیا چی بود، انسان چی بود، ما در کجا بودیم. پس تکرار میگم کی است بغیر الله یک نخونی ما شما رو خلق کرد. نگو دل 24 ساعت در خدمت، شب با خواب بگیریم دل خواب نمیکنه، در خدمت ما مفت مجان. برای 4 استنا ما چقدر رند میتیم. سبحان الله. دلی که یک حیات در اختیار تا شب و روز یک دقیقه ثانیه ایست نمیکند. با فرمان الله در اختیار ما و شماست تا ما و شما را خدمت بکنه مفت مجان. قدردانی نمیکنه. این وقت نیست. مفت مجان. زمین و آسمان و کوه ترسیدن این امانت بردارن، قبول بکنن. گفتن یا الله ما همین خیر در سودکایش 24 ساعت به ایست به قرار کردن فقط تو را عبادت میکنیم بدون اختیاری. ما میترسیم از خشمت، از غضبت، از عذابت میترسیم. قبول نکردن. فحملها الانسان. انسان قبول کردیم. پدر ما موسی علیه السلام انسان قبول کرد.
پس رتبه اول داره نزد الله سبحانه و تعالی. درست است که آخر آیات میفرماید انه کان ظلوما جهولا. انه کان ظلوما جهولا. انه کان ظلوما جهولا. انسان بسیار ظالم و بسیار جهول، بسیار جاهله. این مقصد نداره همه انسان ها، اما انسان کلا همین خیلی است. یعنی انسان ضعف داره در مسیر زندگیش، بسیار کمبودی میکنه که امروزه ما و شما مردم و مسلمان اصل 21 زندگی میکنیم. دنیا با اون وسعتش کلمه شدش مثل یک دهش دیگه. اینترنت همه چیز میگه. ما دیده ایستیم که مردم بندگان الله چه کارهایی کردن، چقدر از الله دور هستند، چه ظلمای ستمایی، چه جاهلیتی که چقدر ظلم ستم، ناحقی، ناعدالتی، فند و فریب. حول ولا قوة الا بالله. چقدر به خاطر پول، منصب، چقدر خون ناحق، چقدر کودکشی میشه امروز. پس یگانه مخلوقی قبول کرد این امانت که انسان به رقم اول میگیره. که انسان وقتی پرسید آدم پدر ما در عوض چی؟ در عوضش یعنی حیات جاودانی ابدی، ابدالابد، نمل ارض نتل ارض، در بهشت جاودانی، دیدار خداوند با بهترین بندگان الله از تمام پیغمبرها، از آدم تا خدا، تمام عالم و مجتهد، تمام بندگان الله سبحانه و تعالی، تمام بندگان خوبی الله سبحانه و تعالی. یعنی قبول کرد آدم علیه السلام، یعنی رتبه اول میگیرم، رقم اول میگیرم. به نهایت الله سبحانه و تعالی نسبت ما و شما خوبی کرده، نیکی کرده. درجات ما بسیار بلند است. که سعدی میفهمد که رسد آدمی بجایی که جز خدا نبیند. رسد آدمی بجایی که جز خدا نبیند. در شب معراج پیغمبر ما و شما علیه السلام وقتی که بالا شدن با جبرائیل علیه السلام، ملائکه امین الله وقتی که بلند میشن در آسمان ها، در رسیدن در دروازه ها، اجازت میپرسیدن، ملائکه میپرسیدن کی هستی؟ میگو من جبرائیل امین. با کی هست؟ محمد رسول الله هستم. دروازه آسمان باز میشه یک تا به یک تا اینکه رفتن از هفتم آسمان بالا رفتن تا سدرة المنتهی. از اونجا وقتی پیغمبر اسلام بالا شد، جبرائیل اسلام بالا نشد. گفت چی شد برادر؟ رفتیم از اینجا به بعد گفت من نمیتونم بالا رفتن. سبحان الله. چرا؟ گفت اگر یک قدم بالا برم پرهای من میسوزن. یک قدم اگر بالا برم پرهای ما میسوزن. پیغمبر ما علیه السلام بلند شدن، بالا رفتن تا اونجا که قصه را میدونید با الله سبحانه و تعالی. رسد آدمی بجایی که جز خدا نبیند. بینگر تا چه حد است مقامی آدمیت. سبحان الله. بینگر تا چه حد است مکان آدمیت. اما متاسفانه چقدر از ما و شما این منزلت و این آبرو و شرافتی که الله داده است با دست خودمان به قدری میکنیم، آبروی خودمان میریزیم. حول ولا قوة الا بالله. اما این جهل نیست، جهالت نیست. پناه به الله. من شاید میفهمه قدر همه چیز میدانی که چی؟ قدر همه چیز که میدانی چی؟ قدر خود نمیدانی چی سود؟ همین خیلی حرکت دروغ گفته است، فکر نمیگی که خداوند انسان خلق کرد. از تو طلب نمیگه تو فرشته شای، از تو بسیار چیز، از تو طلب میگه تو فقط انسان شای. انسان هستی، انسان باش، در چهارچوبه انسانگری ایستو. همین خیلی چپ دروغ میگوی، همین خیلی مردم آزاری میکنی، همین خیلی حق مردم میخوری، از الله ناشکری نماز روزه نمیکنی. با علم دهر آراستی دل و جان، با علم دهر آراستی دل و جان،
ولی زی اسرار خود نداری نشان. قدر همه چیز میدانی ولی از گوهر خیش نداری نشان. چی سود چی فایده؟ در چندین جایها و سوره‌های قرآن کریم الله سبحانه و تعالی قضیه را می‌فرماید. اون زمانی که الله سبحانه و تعالی انسان آدم خلق کرد و دستور داد تمام ملائکه سجده بکنند. امر کرد الله سبحانه تمام ملائکه سجده بکنند انسان. اما سجده عبادتی نه، اون زمان سجده حرمت احترامی بود. سجده فقط به خاطر الله. این زمان پیش سجده حرمت احترامی بود، تحیه بود، همه ملائکه سجده کردند. فسجد الملائکه كلهم اجمعین الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. یعنی این چی معنی داره؟ سجده کردن ملائکه ها آدم علیه السلام چی معنی داره؟ پدر ما و شما چی معنی داره؟ در عالم ملکوت این شرف نیست؟ این کرامت نیست؟ این نعمت نیست؟ سبحان الله. الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. مگر ابلیس دشمنی کرد؟ نکرد. الله سبحانه و تعالی برای ما آدم ها یعنی بندگانش معرفی کرد که ای انسان همین شیطان دشمن آشکارای تو است. انه لکم عدو مبین. کلوا من رزق ربکم ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. بخره بنوشن رزق من الله میفرماید، اما ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از وصفه شیطان از گفتار شیطان پیروی نکنه. انه لکم عدو مبین. اون برای شما ای انسان دشمن آشکاراست. یعنی دشمن آشکاراست. یعنی دشمن ما میدونیم که دشمنی که پنهانی میتونه ضرر زیان برسونه. دشمن آشکار نمیتونه ضرر زیان بسیار برسونه. برای چی دشمن مخفی نشه آشکار شید؟ چون که از بس که ما شما رو بد میبینه دشمن است، دشمنش نمیتونه پنهان بکنه، میکفه. پس انسان مخلوق ضعیف نیاز به الله، باید همیشه به الله پناه بره از شر شیطان تا اون علاقمندی مهر محبتی که الله برای ما اون درجه و حرمت احترام داره ما از بین نروند. و از دیگر جهت انسان مخلوق است مکلف شده به عبادت الله سبحانه و تعالی که خداوند تبارک و تعالی در سوره برکه زاریات آیت 56 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی الله سبحانه و تعالی میفرماید من انسان و جن را خلق نکردم مگر برای چی؟ مگر برای این که من عبادت بکنن. هدف خلقت ما و شما این بندگی الله سبحانه و تعالی است، عبادت کردن الله سبحانه و تعالی است. چی خیل؟ و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء الی آخره. یعنی الله سبحانه و تعالی عبادت کردن با اخلاص و محبت، با اختیاری، با یقین 100%، نه به مجبوری نه به دروغی. در نتیجه الله سبحانه و تعالی به خاطر برای این انسان مخلوقش تمام هستی را مسخر کرد، در اختیارش گذاشت که امروزه میبینیم انسان ها در تمام روی زمین خشکی و تری و در اقیانوس ها سیرگشت میکنند. این امکانات الله سبحانه و تعالی برای ما و شما داد. در نتیجه وقتی که انسان قبول کرد مسئولیت خداوند همه چیز در اختیار انسان داد و همه چیز، همه کائنات
نافع هستند، یعنی که دو ویژه خاص دارند. یکی اینکه نفع میرسونند، فایده میرسونند. دیمش اینه که هدایت کننده هستند، یعنی ما و شما را هدایت میکنند به سوی راه راست، ما و شما بر الله میرسونند. یعنی ما و شما انسانی که عاقلی که از عقل ما استفاده میکنیم و تفکر میکنیم از تمام مخلوقات الله سبحانه و تعالی، ما را به الله میرسوند. تفکر فی آلائه ولا تفکر فی ذاته. پیغمبر الله صلی الله علیه و آله میفرماید شما ای امت من در خلقت مخلوقات الله شما تفکر کنید که چقدر الله سبحانه و تعالی زمین خلق، آسمون، آفتاب، مهتاب، ستاره ها، کائنات، اما در ذات الله تفکر نکنید. ذات الله قوی است، عقل ما ضعیف است، محدود است، نمیتونه کنه. پس هر یک مخلوق الله دو ویژه خاص دارد، دو خصلت خصوصی دارد. یکی اینکه فایده میرسونند، دینی که هدایت میکنه. اما مردم امریکا، اروپا خصلت دومش گرفتن که همون فایده میرسونند، از تمام چیزها را علم میگیرن، دانش میگیرن، تعلیم میگیرن، اما از خصلت اول مهمترینش که هدایت کنه استفاده نمیکنن. اما امت اسلامی هم مسلمانان باید از هر دونش استفاده بکنن. چخیلی که پیغمبر الله صلی الله علیه و فرمود وقتی که شب که هلال داشت محتاب دید، گو هلال خیر و رشد. هلال هم خیر است و رشد هم راهنمود است. یعنی هم محتاب روشنی میکند، هم را هدایت میکند. مخلوق الله است که در ادامه حدیث پیغمبر الله میگه من ایمانم به صاحب چی؟ به صاحب محتاب. اون ذاتی که محتاب در آسمون برنامه‌ریزی کرد، پیدا کرد، ایجاد کرد، در کنارش آفتاب است. سبحان الله. زمین آسمان هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. یعنی انسان همون ذات است که الله سبحانه و تعالی برای اون ذات، برای همین انسان، هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، تمام چیزا برای شما خلق کرد. دست کم نگیریم. قدردانی الله، قدردانی خدمت کنیم. خودشناسی یعنی که الله شناختی، بنده الله شدن. سبحان الله. ما تعجب می‌زنیم زمین اینقدر کلون است. شما میدونید که یک ستاره از زمین چندین برابر کلون است. یک آفتاب 1,400,000 بار کلون از زمین است. الله اکبر. در آسمان ها بنابر عالم استرونومیا قریب 2 میلیون، شاید زیادتر از 2 میلیون کهکشان وجود دارد. کهکشان ها میدونید کهکشان چیه؟ اما چیزای کلون هستن که در گرد چندین ستاره دارند. یعنی هر یک کهکشان از 2-3 میلیون ستاره زیاد دارند. الله خود چقدر خلق کرده. این خیلی زمینی که ما هستیم حد مرزی نداره. این قدرتی الله هست. پس آیا افتخار به نیست که ما شما بنده یگانه الله شیم؟ که تمام اشیا افتخار میکنه که بنده الله شیم. ما شما رو بندگانش الله سبحانه قدر و منزلت داد، بلند کرد. آیا از میشود که از حیوان دیده کمتر بیاریم؟ میشود که از گاو، بز، گوسفند کمتر بیاریم؟ همین ها حیوانات چاروا افتخار میکنن به خاطر الله و نام خدا ذبح شوند. از حرام مردن ما بعدش میبینن، اما انسان بیا نه حول ولا قوت. اینقدر قامت زیبایی، اینقدر نعمت های دیدن. وقتی کار نماز نمیخونم، کار دارم، رمضان میشه تاکسی زدن، ترک زدن، فلان کار کردن. سبحان الله. رزق الله خود چه؟ و هو خیر رازقین. لا نسألكم رزقا نحن نرزقكم ولا تقتلوا أولادكم من خشية إملاق نحن نرزقكم و إياهم. ما شما را رزق میتیم، از شما رزق طلب نمیکنیم. میگم رزق ما و شما از دنبال ما و شما میدود. فکر اینه نکنیم.
فکر بندگی الله بکنیم، فکر اینه کنیم که ما انسان بیمون، انسان هستیم، انسان بیمونیم. چخیلی گفتیم در چارچوبه انسانگریت بیمونیم، از انسانیتگری یک قدم را بیراه نشیم. بندگان شکرگزار الله باشیم. یک زمانی در موسم حج یکی از موجسفیدها دعا میکرد که اللهم اجعل من قلیل، اللهم اجعل من خلیل، خدای من از اندک ها بگردون، خدای من از اندک ها بگردون، یعنی که از جمله های از انسان های جمله هاشو کمتر هستند. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه گشت کرد، دور کرد طاقت نموند، گفت ای مسافر چی دعا است که تو دعا داری؟ من میشه دعای خوب بکنی، تو دعا میکنی خدای من از همون بندگان اندکت بگردون. بعد این مسافر گفت که ای امیر المؤمنین آیا نشنیدی که الله سبحانه و تعالی چی فرمود؟ و قلیل من عبادی الشکور، چه کم هستن بندگان شکرگزاری من. آیا من از همین بندگان شکرگزار خدا که خیلی اندک هستن نباشم، دعا نکنم خدا من از این بگردونم؟ امیر المؤمنین سر خم کرد رفت. انسان باید انسان باشه. پس خیلی که گفتیم در گذشته در خلقت کائنات یکی از نشانه‌هاش این است که یعنی انسان را هدایت به سوی عبادت میکنه و انسان باید تفکر بکنه در این مخلوقات الله سبحانه و تعالی. خیلی که خداوند در سوره مبارکه فصیلت آیت 53 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سنریهم آیاتنا فی الآفاق فی انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم. زود است که ما اینها را یعنی آدم‌ها را نشان میدیم که قدرت ما در چی؟ فی الآفاق، در تمام کائنات، و فی انفسهم، و در خلقت انسان خودش. یعنی اینها نشانه هستند، اینا راهنمای هستند. این خودش عبادت هست در وقتی که انسان تفکر میکنه در خلقت مخلوقات خداوند، این خودش بسیار عبادت خوب محسوب میشود. یعنی اینها انسان هدایت میکنه به سوی راه راست. حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی اینها آدم‌ها نگاه کنن به تمام کائنات، به خلقت خودش، تا یتبین لهم، تا آشکار شود که انه الحق، الله حق است، الله یگانه خالق و اله معبود است، بغیر الله هیچ خدایی نیست، و یگانه الله سبحانه و تعالی با اخلاص و محبت پرستش بندگی بکنن. همین خیلی در سوره مبارکه آل عمران در آخر آیت 190 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. این فی خلق السماوات والارض، همانا به حق یقینا که در خلقت آسمان ها و زمین ها، و اختلاف اللیل و النهار، و عوض شدن شب روز و آمدن شب روز پی در هم، لآیات، اینا نشانه ها هستند. نشانه چی؟ نشانه قدرت الله، توحیدی الله، زوری الله. فقط یک زور الله هست، فقط یک خدا الله هست. برای کی هستن نشانه ها؟ لأولی الالباب، برای همه انسانان. لأولی الالباب، برای صاحبان عقل، اون کسانی که عقل دارن، اون کسانی که تفکر میکنن، میاندیشن، درک میکنن، برای همه نه. یعنی از این خلقت انسان راهنما میشود. صاحبان عقل کی هستند؟ خردمندان کی هستند؟ عاقلمندان کی هستند؟ دانشمندان کی هستند؟ حاکمان کی هستند؟ بندگان واقعی کی هستند؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اون کسانی که همیشه الله ذکر میکنه، یاد میکنه، در حالت چخ، ششته، خواب، پهلو، کشپری زدن، همیشه به یاد الله هستند. الله فراموش نمیکنه، همیشه گوش الله است. الله
صاحبمان، خالقمان، رازقمان، محاویمان. ويتفكرون في خلق السماوات ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یعنی اون صاحبان عقل کسایی هستند که اندیشه میکنن، آسمان رو نگاه میکنن، زمین رو نگاه، اندیشه میکنن قدرت الله حد مرزی ندارد و از الله تعالی میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا. با الله روز نیاز میکنن، میگوین که پروردگار این خز مخلوقاتی که حد مرز نداره اینا بیکار تو خلق نکرده، بیکار خلق نکرده، این خلق نکرد تا ما و شما فقط شب و روز دنبال نفس بریم، شهوات بریم، های چپ راست برای خلق نکرد، برای بندگیش، برای توحید، برای عبادت خلق است. سبحانك فقنا عذاب النار. پروردگار تو پاک هستی، تو ما را از عذاب جهنم نجات بدهی. خب انسان به سه چیز، به سه نوع، به سه بعد نیاز دارد. یکی عقل، که عقل با علم دانش افزایش میآید. عقل زیاد می شود، خوب می شود، مولتر می شود با کسب علم دانش و سواد. دو، با قلب که با عشق محبت نیاز دارد. اگر قلبی که عشق محبت نباشه، سخت باشه، رحم دل نباشه، پناه به الله. نتیجهش امروز ما میبینیم در سراسر جهان. سه، نیازمند به آب غذا دارد که انسان وقتی که همین ها را کسب میکند به درجه کمال میرسد. اگر هر یک تا از اینها اگر نرسد، به جای نیاورد، تأمین نکند، دچار مشکلات و سختی ها میشه در جامعه. علی رضی الله عنه برای انسان ها میفرماید که رکب الملائکه من دون شهوات، یعنی ملائکه ها خلقتشان به شهوت است، شهوت ندارن. عقل دارن اما شهوت ندارن، صاحب عقل هستن اما شهوت ندارن. یعنی مخلوقی هستن که شرمگاه ندارن و شهوت هم ندارن، شب روز فقط در اطاعت و بندگی الله هستن، الله معصیت گناه نمیکنن. اما الشیطان رکب الشیطان من الشهوه، اما شیطان از شهوت است، از نفس است، پیروی نفس میکند. اما انسان ترکیبش از هم از عقل هم از شهوات است. انسان هم دارای عقل هست، هم دارای شهوت است. یعنی موجود است که ترکیب دو چیز است. اگر در زندگیش رفته از عقلش استفاده ببره، عاقلانه زندگی بکند، خیرتمندانه رفتار بکند، با ادب با اخلاق انسان باشد، یعنی که از درجات ملائکه بلند می شود. اگر رفته و عقل کنار بگذاره، از شهواتش پیروی بکند، طرف شیطان میکشد، شیطان گونه دیگه می شود. نعوذ بالله، پناه به الله. پس یعنی هر چیزی که الله سبحانه و تعالی ممنوع حرام کرده است، این ضرر زیان برای ما شماست. نه اینکه این معنی نداره که خداوند آزادی ما رو محدود کرده است. یعنی این چیز برای ما ضرر زیان داره. اگر رفته نعوذ بالله شهوت، مثلا انسان کلا اگر از شهوتش پیروی کنه، هوا و نفسش، دیگر از این گمراهتر نمی شود. و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله. کی است گمراهتر از اون کسی که از هوا و هوس شهواتش پیروی میکند، نه از گفتار الله سبحانه و تعالی. یعنی در اسلام، دین مؤمن اسلام، همه چیز یعنی که راه روش دارد. اگر همه چیز شهوت گرفته، اگر که بر راه روش باشه، این محمود خوب است. اگر همون شهوت اگر در غیر راه روش اسلوب اسلام اگر استفاده کنه، انسان هلاک نابود میشه. این شهوت خیلی که بنزین، یعنی که بنزین نیست، شهوت است، مایه بسیار زود میسوزه و زود منفجر می شود. اما زمانی که در ماشین هست، در بک ماشین هست و درست
راه روش استفاده میشود در میگیرد ماشین در حرکت فایده میرسونه ماشین در حرکت میرود و صاحب یعنی مردمی که در ماشین هستن به مقصد مرامش میرسن بنزین وقتی یعنی که درست استفاده میشود در مکان مناسب در جای مناسب فایدهش میرسه شهوت میخلن اگر رفته و به غیر مکان جایش اگر بنزین اگر استفاده شود میکفه ماشین کفید صاحب و مردم دنیای ماشین میبرن همه شهوت میخله اگر به غیر اسلوب اگر استفاده شده انسان هلاک میشود و انسان نباید فکر کنه که خداوند آزادیش محدود کرده خداوند یعنی که تعلیم میکنه تربیت میکنه که این راه راست این راه بد نره اگر راه بد رفتی هلاک میشه خود ضرر زیان اگر نرفتی فایده خودت میکنی همچنان که مثلا ما میبینیم بعضی جاهای خطرناک یعنی تبلیغ هستن نمیگن که اینجا خطرناک است نه یا بعضی انسان‌ها چه خیلی ممکن یعنی کنجکاو چی باشه چی نباشه نه بعضی آخر من میرم میفهمم هیچ نه برعکس خرسان میشه از این کار اما بعضی که فهم ندارن هزار یک فکر میکنن چوی تشدید است برای چی شیدگی چه آزادی ما رو محدود کرده چه برای چی ما ممکن رفتن نیست درون بعضی نگاه میکنن پلیس میتونه اگه پلیس نباشه مثلا نگاه میکنن طرف پلیس نباشه میدره بعضی جا یعنی خطر منست خطرناک در اومدن ممکن نیست نه اپاس نیستی میدونه که توک میزنه خاکسترش میگردونه ای کی ای خودش پس انسان نباید فکری یعنی که ناتوقی نسبت پروردگارش کنه همیشه فکری خوب نغز همش خیلی که انسان نسبت پروردگار فکرش میکنه همون خیلی خداوند میگه مرا میوبه اگر مهر ما و محبت یعنی دوست اگر که نسبت خداوند بکنی خداوند همون خیلی پیدا میکنیم و در آخر انسان موجود است که کمبودی میکنه ضعف داره اما خداوند تبارک و تعالی دروازه توبه را برای انسان باز کرده است بنابر همین هر کس از ما و شما کمبودی بکنه رفته و اگر کمبودی کنه توبه کنه هر چند قد اگر که توبه کنه الله سبحانه و تعالی هر چند گناه باشه خداوند میبخشد اشاره فقط میکنه وقت تمام شده است اما حدیثی که اون اعرابی در دشت بیابان که وقت شترش گم میکنه از گریه را دیگه نمیدونن همه طعامش نوشابهش شتر میبره در صحرا بیابان میمونه ناامید میشوه فقط منتظر مرگ وقتی که یکی خوابش میبره میخیزه میبینش از خرسندی را دیگر با جایی که شکرگزار خداوند شد کفر میگه ای خدا میگه تو بنده من هستی من خدای تو هستم با جایی که برعکس میگه خرسندی را ای خدا با جایی که خداوند تو خدای من هستی من بنده تو هستم برعکس میگه خرسندی را شادی را ما فراموش نکنیم که خداوند خیلی مهربان با این قدرتش که نیازی من یک گنته موشمون نیست ما اما با برگشت موشم بسیار خودش از همین اعرابی خرسندتر شادتر میشود و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته